زیدا شت آی این چیه دستم توشه چقدر اوی گرمه. اوی پاشو دست تو کونمه. اینجا چقدر آشناست. اینجا همون جاییه که 3 تا بچه رو یه جا کردم. لاش گوشت تک خور لاشی. وایستا ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ از همون اول که دیدمت فهمیدم بچه شهری. باز شو. من دنبال این دخیه میگردم. این ورا ندیدیش؟ اگه دیدیش بگو. بذار ببینم. نکنه زیدته؟ چه خوب حدس میزنی. حدس چیه بابا؟ همین دیروز عقلش کردم برای رئیس روستا. زیدمو دادن رفته. میدونی اسم من سلامه. اومدم این ورا دنبالش بگردم. ندیدیش؟ همین چند ساعت پیش اومدم بدزدمش. یو انداختنم تو کمد. حاجی فکر کنم خیلی روز سختی داشتی. اونقدر جنگای پرتوف زدم دیگه عادتم شده به سر. شت تفاهم. بیا با هم فکر کنیم. ولی میدونی دلم براش تنگ شده. دلت براش تنگ شده؟ باید بدونی نمیتونی خارجش کنی، چون شهوت من به قدری زیاده که نمیذارم از اینجا خارجش کنی. اگر به من این کارو میکنم، چون مدت زیادی رو توی سمنان پلیس بودم. سمنان همون جایی نیست که دیگه وجود نداره. دقیقاً دارم یه سالیه میگردم رو گوگل مپ پیداش نمیکنم. حتی روی نقشه های قدیمی هم نیست. فقط نوشته سمنان خالی. میدونی؟ چند وقت پیش داشتم یه سوپر گیمی دیدم. حالا بگذاریم تا یادم نرفته بهت بگم سیدتو بردن مست شد دست من قایمش کردن کسکشا. جره بردو. حاجی باید چه گویی بخوریم الان؟ حالا باید چی کار کنیم بچه خوشگل؟ به مالا نمیدونم. زن تو گاییدم. تخمشو داری بیا جلو. کسکش خار کسه. من شورتمو جا گذاشتم میرم خداحافظ. حاجی این چقدر بیخوای است ناموسن. خب میدونی دوباره چالش تخمی نایف شروع شد و من باید بیا اون پشت بچه خوشگل. حاجی نخ داده. سلام. ناتا ای جون. کس نمیگیره. لخ شد. حاجی روش کار کن خیلی کوچی. قربان توضیح میدید پیش اون آقا چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. حاجی بیا برگردیم. چیزی که زیاده تو این مملکت تخمی زید و دختر و اینجور چیزاست. کپ خفه شو بابا کسکش کل کیری لاش گوشت حرومزاده خار. حاجی بنازم هوش ناموسن هوش اینا تو بیشتره. بمیر کسکش. حاجی هوش نگاه. کریستیانو رونالدو موقعیت عالی و توی دروازه گل برای تیم پرتغال. 1 ساعت یکیشون داره تونتون هی دینامیت میندازه رو من. دارم دنبالش میگردم. بیا اینجا کسکش حرومزاده لاشی. 3 بار به خاطر تو بدبخت شدم. هیل زدم آدم ما. قربان شما تا دارید به افزایش جمعیت کمک میکنید. من بهتون بگم بعد چه گاهی بخورید. توی منطقه‌ای که هستید یه دونه در هست که متاسفانه قفله. 2 تا کلید داره که کلیدا رو باید به هم متصل کنید و در رو باز کنید. اون 2 تا کلید توی شرق و غرب منطقه هستن. امیدوارم بتونید پیداشون کنید. خوردیش آدم ما که یکی از کلیدا رو با بگاهی کامل پیدا کردم. ای بابا لاشیا. ماشاءالله هر جا هم میرسیم طرف یه دونه دینامیت کرد. بیانم کلید دوم. ما رو گایدی کسکش لاشی. همین دره دیگه. بیا کلیدشو گذار. حاجی انقدر این درای بزرگ آهنی خوشم میاد چون کلو. یا الله درود بر همه. یا ابوالفضل چقدر زیادید کسکش بدر. کیه در میزنه من دلم میلرزه. حاجی ناموسن ایده رو داشتی. اومدن پشت در همه کمین کرده بودن. اومدن زدم گاییدمشون کسکشا رو. دوباره عمو جان قربونت بشم. عمو جان
کسکش فکر کرده بهش باخ بدم. به طرز باور نکردنی زیاد شدن این لاشیا، پس سریع اسکیپ میکنم. قربان ایده دارید برای این قضیه؟ چیزی که زیاده ایده بابا، اینجا یه گلیچ داره، اینا میان این ور، خب بعد اینا دینامیت میندازن جلو پاشون، دقت کن. کیر شدن. بعد حالا تا دینامیت دوباره روشن نکردن خودم میپرم، وقتی دینامیتو میخوان بندازن میپرم این ور، وقتی توی انیمیشنم خودشون میمیرن. حال کردی ناموسم. باید اینجوری پلی بدی، نه اینکه یه ساعت بشینی اینجا دونه دونه با تیر بزنیشون نذاری بیان اینور. طلا هم میزنیم یکی پاش نره روش بدبخت بشه. والا به مولا باید اینجوری پلی بدی. این تیر میرا هم برداریم که چیز شه. آره بفروشیم. میفروشم، به خدا تفنگ ندارم. سلام. تفنگ مال بچه کونی هست. عمو ببین من دیگه گول نمیخورم، اینجوری میزنم میگامت، میفتی زمین، با چاقو میفتم به جونت و نرد گاییده میشه حرومزاده کس. یاد فتحعلی ها افتادم. میدونی چیه؟ من هنوزم دارم ادیت میکنم و واقعا پارت قبلی خوب ازش استقبال شد، پشمام ریخته بود، فکر نمیکردم اونجوری استقبال بشه، ولی خب اینا باید دقیقا همون جوری بشه چون به شما احتیاج دارم. خدا وکیل دقت کنید، من توی گیم اصلی مایا رو میکشم برای اینکه بفروشم. لیان جان الهی بگردم کیفت بوستشم به بازار گرفته. قربان خونه‌ای که دارید واردش میشید باید بدونید که خونه رئیس روستا، حواستون باشه. یکی از سخت‌ترین معماهای رزیدنت ایول، انقدر سخته اصلا پشمام. صدای نامفهومی میاد حاجی. یکی چی راجع به رئیس روستا داره میگه. بذار ببینم چه کسشه. دیروز زید تو عقد کردم، بردمش تو اتاق و ترتیبش رو دادم خونه دوست، ولی متاسفانه ایدز گرفتم کیرم نداد. حالا نشانه عزت تو چشم تو دارم میبینم گونی. اگه دنبال زیدت بگردی میام میگیرم میگامت. چی؟ ایدز آخه